سلام علیکم هموطنان عزیز. امروز 13 ایولی سال 2024 میباشد. قرار داریم در دهه چورباغ ناحیه ورزوب و نشان میتیم به شما درخت پیسته 15 ساله رو. این هم چخیل بستگی. این نبسته باشد اگر این 10 کیلو زیاد پیسته خشک بستگی است. 10 15 میلیمتر بینه پور اینجا نشان میده. در هر یک نوداش نبینید 50 گرم 100 گرم 50 گرم 100 گرم بستگی است. نبینید اینجا 100 گرم اینجا 50 گرم اینجا 30 40 گرم. من اینا بینید چه بستگی است. همینطور نیست برای چی من بیشتر و بیشتر تشویقات میبرم. ببینید که چورباغ 1100 متر از سطح بر بلند است. این از وحدت هم بلند است، از حصار هم بلند است. این عموما یک بلندی است. از این بلند هم پیسته هست. در همین که طرف دوشنبه در حصار و شهری نو و ترسونزاده و کلوب این طرف قرغن‌تپه تا 5 تا خمسنگیر این طرف تا نورک و وحدت این طرف میبینیم تو عینی همه جا پیسته میشود. برای چی من پیسته رو بسیارتر تشویقات میبرم؟ بینید اولو امسال زوره دارن بیا خونه به پول بر میگه نه اول پول ته بعد میبیام میچینم میبرم. ببینید سال گذشته زردالو هم خیلی گفت بیچاره باقی من خالی کرده آدمو گفتم پول ته بعد چینده خونمون میبریم. اولو زردالو سیب حسار دادین من نشوندن که هم سیبوی نازی که من ریکلام کردم اگر گفت یک کاروکش من 240 لیتر فروختم. خیلی چی در کار با شما اینقدر عذاب کشیدن؟ اینقدر عذاب کشیدن چی در کار که اولو میکنید و سیب میکنید و اولوچه میکنید و چی میگم هم چیزایی که پول نمیشدگی میکنید و تو در عذاب میمونید. آخه پیسته کنید کیلوش 150 سوم فروشه 100 سومونی فروشید کیلوش پیسته کنید در ششم سال علاقه پول خودش میتید چهارم پنجم سال دام میبرد پیسته پیوندی. من نمیگم ایمان خریداری کنید بگذار از دیگه جو خریداری بگذار به پیوندش شنونید بعد از 3 4 سال پیوند کنید. من دلم میسوزد با همین دهقانای ما. این گرمی 45 50 گرادوس در بیچاره کوزالا زده کار میکنه میبره 1 سومون با آدم‌ها غرغر میکنن که هی اولم قیمت 1 سومون کردی خدا برکت چه میکنه. نه خدا جانش هم میگیره برکت چه میگیره همین گرمی تو بیستون من خدا به این برکت میکرد. انا پیسته کنید برکت در اینجا است. ببینید در چورباغ بلندی 1500 متر دارم. انا امسال ما علاقه پول روی کردیم در خارج کشور علاقه پیسته پیوند کردیم تیار کردیم برای آوردن. خواهشمندان میتونن از ما زکس کنن. واتساپ هم میمونم واتساپ نمیسوندم. این عمر است میگذرد میگن که در چند سال میبندد میگم در 4 سال 5 سال 6 زیاد شد رفتم میگه اوه میگه یه عمر بوده است. آخه چی تو انگور در چند سال میبندد هم در 4 5 سال مرد میشود همه چی درم 4 5 سال مرد میشود. این عمر است یک دم در گذشته میرود. اوکی این خیلی پیسته جانانه کنید این پول برورید کیستون پول شود. اگر شما یک تر پیسته زور کنید و نغز کنید نشونما کنید با وای رسونید یکم تا شما مهاجرت مهنتی نمیرود. لیکن پیسته را شنونده 2 سال اول مهنت کردن در کار تقریبا 3 4 روز پیش یک آدم زنگ میزند به من 30 تا پیسته گرفتگی بود. اکا میگه پیسته آدمش قاق شد. تو چه قاق شد جوره همین سال پیسته ما آوردگی همگی قاق شده باشد 5 10% قاق شدگی است دیگرش قاق شدگی نیست. برکرد میگم میگه هم برکرد بچه به قاق شد هم میگه قاق شد میگه کدوم وقت برکرد میگم میگم آوای بهار قدی برکرد اما آو ندادی میگه نه آو ندادم چی به آو ندادی میگه قاق شد چی به آوتیم برکرد است آو نداده است قاق شده است. اوزی منم میگه که همراه حساب کتاب کنیم. دوستان عزیز وقتی من آوردم شنوندم و آب دادن در کار هفته چه یه بار آب دادن در کار این خیلی که شنوندی و اوی بهار قدی برکرد و با خوش شد با قدی من حساب کتاب کنیم گویم اینم یک درست نمیبیه. همجوران عزیز دوام میتیم موضوع پیسته رو اینو بینید. بازی من تلفن رو میگیرم خودم بعد گپ میزنم من باز یک بار دیگه تاکید میکنم پیسته کنید پیسته کنید پیسته کنید. هر سال هم خیلی میبندد یک سال زیاد بندد یک سال کمتر میبندد برای که ما باید راست شویم. همین بسیار بستگی کو سال آینده با نیمی هم نمیبندد. لیکن این خیلی بستنده شما صاحبی یا گله پول میشوید. شما پول کار کردن میخواهید که من با شما روی پول کار کردن یاد میتیم. 1 کیلو این 150 160 180 سومونی
چی گویم در شما؟ من حالا گیردش قطعی میگردم، همین من میگیرم گیرد به گیرد میگردم. انا زکاس کنید از ما برای شما ماه فوریه میبریم، شما میشنونید، 4 سال دام میبندد، ما پیوندهش رو میبریم. باز ما کفالت میتیم اگر نسبزید، یعنی همه بهار شده نشد، همون جواب میتیم. بهار شده شما آب ندادید، ما جوابش نمیتیم. حاضر من نشون میتیم. من هم دیاران عزیز، من گیر به گیرد همین میهول پیسته یک میگردم. شما تماشا کنید. من از این طرف آمدیم. اینو ببینید. پر از پیسته هست. اینو ببینید. این پیسته رو ببینید. وای ببینید. در روی زمین خواه پیسته نبینید. همین پیسته تخمینا یک حضور میپرسیم چند ساله است. همداران عزیز، من اکش سلام علیکم. اکش هم شرف نغزه صاحب پیسته همجا بودم، پرسیدم چند ساله است. 15 تا 17 ساله میگن. این تخمینا یک 20 کیلو خشک شدگی باشد این سال. چند بالا تخمینا 20 کیلو میشد. من 10 گفتم که نه 20 کیلو خشک بستگی است. این یک سال بسیار میبنده، یک سال کمتره. اینا بینید اکن جوی نشون همش رو نشون تیم. کنده را بینید، نه آب میخورد نه هیچ آب نیست اینجا. بینید یک جوی بیزیبده دیوار بخنده وال. اینجا من این جوی باری بهار سیل میرفتگی است، آب نیست. من همینجا جوی به آبی با همون شینوندین همونجا وای درخت و اونجا توت جیق دایشه بیچاره خوب رفته زمین ده خوب رفته است، لیکن چنون بستگی که راحت میکنید. اینا شو بینید. من حاضر ما صاحبش رو پرسیم. شمشیرف شما همین بریان میکنید یا هم که تروتر میخورید؟ چه میخورید؟ تروتر پیسته ها مغزی تر میخورید. این مشکوفه همش؟ مشکوفه همش همش کشوده میشد؟ همش کشوده میشد. یک راحت است؟ یک راحتی مغزش دیگر است. این بریان که کردین مزهش میگیرید. تروتر مزهش دوره. اینا ببینید چه خیلی بستگی. شما اینا یگان آب نمیتید. همین چیزی که است طبیعی آب میخورد. دورو میزنه؟ دورو هم نمیزنه. یگان چی نمیزنه. یا کار نمیکنه؟ یگان کار نمیکنه. فقط همین کودکان نرسن تمام تو پخته نشه. بعد هر کسی میخواد. همداران عزیز، من این کس اکم شمشیرف اکا جان خوش آمدید به گروه ما. یکی از شخصیت‌های وطن دوستدار، شخصی با آبرو در جمهوری. من همین پیسته رو آورده شنوندن. ببینید که با همین شنونده دو عمر گذشت و بسته. فکر نکردید که 4 سال پس میبندد، 5 سال پس میبندد. تخمینا میدونستم که 7-8 سال دیرتر میبندد. بگیم به هر حال طاقت کرده که ایرانیه؟ پیسته ایرانیه ها؟ از کجا آورده شنونده؟ این از زفرجان خلف یک آموزگاری دانشگاه اگراری این قسمتی تحقیقاتی داشتن. همون وقتا آوردن. ولی اون وقت می‌دارم هم صحبت میشه. همون کس اینا یعنی که نویابندی کردن. آوردیم از دست همون کس شنونده. زفرجان خلف از انستیتوت اگراری. همون کس دادم. اکای زفرجان خلف یک جهان تشکر به شما برای اینقدر خدمت‌های شایانتان. شما فهمیدم که شما اوید همین متخصص هستن اوید پیسته؟ من نمیشناسم شما اون که اوید همین پیسته متخصص بوده. در جهان تشکر به شما برای من همین پیسته های منم خیلی بسیار بسیار بسته است. اینو ببینید. دیگر گپ نیست، دیگر گپ نداریم. این پیسته بسته نشده. همدیران عزیز، من با میگم زکات کنید. من شما دا همین سال پیسته های بهترین این نغزش میبرم، این زورترش میبرم. ترکی میبرم که کیلوش شما 180 سوم فروشید. انا همدیران عزیز، این بود پیسته در ادیر بلندی های دهه چورباغ ناحیه ورزاب. با دقتتان تشکر. حتما پیسته زور کنید، آلو زور نکنید دیگر، سیب زور نکنید دیگر، شفتالو زور هم کم کنید. همین چیزایی که فروش نمی رود هم قدری کنید که در داخل بازار خودمان فروشید.
меҳнататонро қадр кунед, пистазор кунед, чинда бемалол нигоҳдорӣ карда баъд мефурӯшед. ба диққататон раҳмат. рақами телефонамро мемонам дар боло ки шумо аз ман дархост кунед.